حالت 20 ساده‌ای که اسمش شیزن روگامای هست یا میرم ایچینجی روگامای. این چیه؟ این تغییر حالت گارد استقرار. 3 مشت فاصله باشه تعادل بهتری هست. ملاک اصلی تعادل بهتر شما هست که زمانی که نیاز شد بلند شید از جا یا کایتن غلط بزنی به راحتی بتونید انجام بدید. توی ایچینجی پا باید به این صورت باشه. اگه پا توی یه خط قرار بگیره تعادل خوبی نداره. ولی اگه پا از لحاظ ارزی یه ارزشون فاصله داشته باشه شما داره. یه سری از تناب‌زنی‌ها برای آمادگی جسمانی، یه سری از تناب‌زنی‌ها نمایشیه. ما تناب‌زنی‌های آمادگی جسمانی می‌خوایم انجام بدیم. اولین و ساده‌ترین حالت تناب‌زنی بیت. شما زمانی که بتونید 500 600 تا تناب پشت سر هم با مدل‌های مختلف بزنید، یعنی بدنت بدن نسبتاً آماده‌ای هست. از 100% حداقل 30% آمادگی داره. یه حرکت فول بادی که کل بدن رو درگیر میکنه آویز شدن نمیخواد بار فیکس بزنی. آویز شو به یه سطحی، بار فیکس باشه، چارچوب در باشه، هر چیزی که بهش بتونی آویز بشی این بدن تو تقویت میکنه، سرشون و کمربند شانه رو تقویت میکنه. حالا یه مسئله هست، وقتی آویز میشید اینجوری آویز نشید، یکم خودتون رو فشار بیارید که این فشار بیفته روی عضله پشتی گردن که بهش میگن کول. عضله کول تو فشار باشه به این صورت.